شب نخستین عروسی برای ایدی ماهشرова ساکن 19 ساله ناحیه دنغره به فاجعه و بدنامی او و خانواده‌اش تبدیل شد. شوهرش به او اتهام نادختری بست و میگوید زیر لط و کوب و اذیت سنگین مجبورش کرد تا نیمه عریان در روبروی نوارگیر تلفن خود را نادختر بگوید. مرا هموشه گفت که تو نادختری، همین کامیرا را باید همین گپا را بزنی. من اول راضی نشدم، دوبار دارم کشید، بندی چادرم کتی دوبار دارم کشید. همون تا دم نگفتم، دوبار بهش شدم، با بهش آمدم. بعد جان که زوری کرد، ای ترس جانم، ای ترس جان دوگانم، مجبور شدم همون گپا را بزنم. گفتم ها کتی هم بچه همون در 8 سالگیم خوب کردم تا سر برای زنده موندنم، برای تا سر زنده موندنم هر گپی گفتم. اوها اوای دیدم پاکت که در نوار یا خیلی بیایی که گناهگار خودت بیایی. اوای دیدم پاکدم، لباس نداشتم، ای تایمیون پایانم تای ادیال پوشیدگی بودم، بالام لیج بود. صبح پدر و مادر ایدی ماه می آید و بعد بحث و جنجال زیاد به مرکز ناحیه دنغره برای تشخیص طبی سودی می روند. تشخیص در حضور شوهر مشخص می کند که ایدی ماه باکیره است. اما با گفته ایدی ماه برابر شنیدن این پاسخ شوهرش او را 3 طلاق کرد. روز بعد ایدی ماه پس از این آغاز شد. زیرا میگوید شوهرش نوار نیمه عریانش را که مجبوری ثبت کرده بود در بین همسایه و شناسها پهن کرد. دیده و دانسته کامر اومد، دکتر سنش گفت که دختر پاکت بر قسمی کار کرد که هم دختر خیلی بکشه یا هم فکر کرد که شرمنده شوه در بیاره برآمده نتونه، یا فکر کرد که دیگه زندگی نکنه. ایدی ماه میگوید چندین شاهد دارد که نوار نیمه عریان اقرار شوی او را دیدند و حتی به خودش همین نوار را نشان دادند. برای اثبات پاکدامنی خود ایدی ماه در مجموع 3 مرتبه در حضور شوهر هم در بختر و هم در دوشنبه از تشخیص طبی سودی گذرانیده شد و خلاصه طبی پاکدامنی او را ثابت کرده است. بحث در دادگاه ناحیه دنغره هم ادامه کرد، اما دادگاه با سبب نبود دلیل ثابت کننده پس زدن آبرو دعوا را به منفعت جوان حل کرده است. وقتی که با حالنامه سودی شناس شدیم، در حقیقت در اونجا حالت‌های اومدن که مثلا از جانب سود بررسی کرده شدن. من فکر میکنم که همین ایدیمو در مقامات سودی به حمایتگر نیاز داشت، چون که مثلا از سن و سال وی میبینیم و همگی 1999 سال تولدش این نتوانست که حقوق و منفعت خود را در مقامات سودی حمایت نماید. فیروزی محمد رجب شوهر اکنون سابق ایدیمو در صحبت تلفنی همه ادعاهای عروس را تهمت خواند و گفت این تهمت‌های او در دادگاه ثابت نشد. همین پرده بخورت یازنده تغییر نیابنده در وقت علاقه جنس کردن به ویران شوی امکانیت میدهد. اما در وقت که خودش تحصیل کرده خودش گفتگی که من همسری بچه کسی همخوبه شدگی هستم گفته همشه گفتگی خودش این از سود تحصیل کرده. ایدی ماه میگوید بعد پهن شدن نوار نیمه عریان او از شرم دیگر به کوچه برآمدن نمیتواند. حتی در سرش اندیشه خودکشی هم چرخ زده است. اما میگوید اندیشه این که خودکشی حرام است او را از این راه برگرداند. او تصمیم دارد با کمک کمیته زنها وکیل دفاع دریافت کند و در زینه‌های بالایی دادگاه بحث پاکدامنی خود را ادامه دهد. میخواهد حق به حقدار برسد و نفری که آبروی او را از بین برد جزا بگیرد. ایدیمو میگوید این حادثه به زندگیش ضربه جبران ناپذیر وارد کرده است و والدان و چند خویش و تبارش هم به بیماری گرفتار شد. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پاکدامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود و در صورت افشای به اصطلاح نادختری عروس شوهر و خویشاوندانش او را از خانه بیرون می کنند. طبق آمار مرکز جمهوری تشخیص سودی طبی در یک سال گذشته 2018 577 نفر برای تشخیص بکارت مراجعت کردند که بیشتر از 6% تشخیص بکارت پس از توی و سر زدن بحث ها صورت گرفته است. به قول مقامات در اکثر حالت دخترانی که به نداشتن بکارت متهم می شوند بیگناه می برآیند، ولی در بحث های دادگاهی معمولا آنها پیروز نمی شوند.